چهره‌های ماندگار. سپیتامین پرچمبرداری جاده آزادی و استقلال. مبارزه سپیتامین برای استقلال و آزادی یکی از درخشانترین صحیفه‌های تاریخ گذشته تاجیکان به شمار می‌رود. تا جایی که به علم تاریخ دست داده است، تلاش‌های واقعی استقلال خواهی و وطن پرستی با شعرانه تاجیکان از دوره استیلای اسکندر مقدونی چون یک روند متشکل سیاسی و اجتماعی آغاز یافته در تاریخنامه‌های واقعه‌نگاران عهد اسکندر و دوره‌های من بعد خیلی روشن ثبت شده است. ده‌ها مورخان عهد قدیم آریان، کوینت کورتسیروف، دیودور، پامپی تراگ، کالیسفن و دیگران سپیتامین را چون رقیب توانای اسکندر مقدونی و لشکرکش زیرک و با هنر به قلم داده صفت‌های نجیب وطن دوستی و افضلیت او را از آخرین شاهان هخامنشی ذکر نمودند. غلبه‌های بزرگ عادتاً از پی خطرهای بزرگ به دست می‌آیند. سپیتامین با دشمن بسا توانای و مکار لشکرکش بی همتا و شکست ناپذیر اسکندر مقدونی تحت فرماندهی سرلشکران فارس بارها جنگیده شاهد شکست شرمنده‌وار آنها گردیده باشد هم این قضیه به مبارزه‌های شدید او بهر استقلال علیه لشکر سرشمار یونانی و مقدونی مانع شده نتوانست. موافق خبر کوینت کورتسیروف 7000 جنگاور سواره باختری و سعودی تحت فرماندهی سپیتامین قرار داشتند که در قیاس با لشکر جنگ‌آزموده پیاده و سواره و وزن یراق اسکندر قریب 30 برابر کم بود. سپیتامین جنگاور کسبی و لشکرکش نبرد آزموده بوده مبارزه‌های آزادی خواهانه نخستین خود را بر ضد دشمن هنگام از سر قدرت رفتن بیس آغاز نمود. او مکتب جنگی پارس‌ها را گذشته برد و باخت آنها را در قیاس با عملیات حربی و نظام لشکرکشی یونانیان خوب آموخته بود. اسکندر بعد قتل بیس نوتاق را اشغال می نماید و از اهالی محلی اسب زیادی را بوده سوی پایتخت سوخت شهر مراقند سمرقند حاضره لشکر می کشد. او شهر مراقند را اشغال نموده با شتاب سوی کروشکده یا کراپال رهسپار می گردد. هدف اساسی لشکرکشی با شتاب آن بود که کراپال را هرچی زودتر ضبط نموده سر راهی به کمک آمدن سکایهای ساحل مقابل یکسرد یا خود سیردریا را ببندند. علاوه بر این شاهراه کاروانگرد را به دست آورده وارد شدن سلاح‌های جنگی و لوازمات حربی را پیشگیری نمایند. لشکر اسکندر در سر راه کراپال با مقاومت شدید مردم محلی دچار می‌آید و مبارزه‌های استقلال خواهی نیاگان ما بر ضد اجنبیان یونانی و مقدونی بالا می‌گیرد. الهام بخش و پیشوای واقعی این مبارزه‌ها سپیتامین بود و تا نفس واپسین بهر آزادی و استقلال کشورش تلاش‌ها ورزید. نخستین تلاش‌های شدید و نبردهای روبروی سپیتامین بر ضد اسکندر مقدونی در مراقند روی داده است. آریان خبر می‌دهد که اسکندر هنگام لشکر کشیدن به کراپال در راه کوهی با مقاومت شدید 30,000 نفر سغدیان دچار می‌آید. در این جنگ نابرابر لشکر سرتاپا مسلح یونانیان که بر تن جوشن‌های فلوزین تیرناگذر، شمشیرهای آهنین، نیزه‌های دراز و لوازمات جنگی مکمل داشتند تلفات زیاد می‌دهند. از جانب سغدیان 22,000 فدایی جان باخته باقی مانده‌ها از فشار اتریاد سرشمار اجنبی عقب نشینی می‌کنند. مدافع کراپال نیز از جانب ساکنان شهر و مردم دهکده‌های همسایه خوب براه مانده شد. دیوارهای مستحکم قلعه شهر را حتی با منجنیق رخنه کرده نتوانستند. اسکندر مقدونی دور و دراز دوام کردن محاصره را پی برده فوج لشکرش را به سمت دیوار مقابل قلعه پرتافت و مدافعچیان را در غفلت گذاشته توسط ناعیان کافتن جوی آبگذر به شهر زده درآمد. ساکنان شهر در جنگ‌های کوچگی مقابلیت سخت نشان دادند. در طول این جنگ‌ها اسکندر مقدونی و چندین سرلشکران او زخم برداشته عاقبت کراپال را اشغال نمودند.